داوطلبان عزیز، دانشگاه تکنیکی تاجیکستان فاکولته ساختمان و معماری درگاه علم و معرفت درهای آن برای شما باز است. مرحمت به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان فاکولته ساختمان و معماری. داوطلبان، من مدیر کافدره سیستم تامین آب، گاز و گرمی و هواتوزه‌کنی فاکولته ساختمان و معماری دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد سیف‌الدینویچ عاصمی می باشم. در کافدره ما اختصاص‌های 700-402 سیستم تامین گاز و گرمی و هواتوزه‌کنی، 700-403-01 سیستم‌های تامین آب و آب پرتاب‌ها موجودند. امروز با پیشرفت تکنولوژی نو در ساحه استحصالات و اجتماعیات این اختصاص‌ها خیلی ضروریت کلان دارند، چون که به تامین آب، گاز و گرمی و سیستم‌های هواتوزه‌کنی فعالیت کردن غیر امکان است. از این رو از شما احترامانه خواهش میکنم که در وقت انتخاب از این اختصاص‌ها استفاده کنید. رمز دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در مرکز ملی تستی جمهوری تاجیکستان با رقم 104 قید گردیده است. در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان همه وقت برای شما گشوده است. علیکم، من نورماتوف عبدالرحمن، دوسنت کافدره سیستم‌های آب تامین‌کنی و آب اخراجی. در این کافدره من 51 سال فعالیت میبرم و چیزی که شما میدونید در حیات انسان آب رول بی‌نهایت مهم را، اگر اساسی را نگوییم، میبازد. در اینجا شما کاری ختم کنندگان اختصاصی ما را میبینید. من فرض کردیم پایگاه آب تازه‌کنی برای تازه کردن پرتو آبها. در شبانه روز از محل‌های اهالی‌نشین مقداری بی‌نهایت زیادی پرتو آبها و طرف پایگاه‌های آب تازه‌کنی می‌روند. بعد پیشکی تازه کردن آبها را ما بر دریاها می‌پرتوییم. در امثله دیگر باشد شما پایگاه تازه‌کنی آب‌های طبیعی را می‌بینید. هر یک ما در لب دریا بودگی و صفت آب را خصوصا فصل بهار در کدام حالت است تصور میکنیم. و وقتی شما جمعه آب خانگی را میکشوید، آب تازه میریزد و این نتیجه کاری پایگاه تازه‌کنی میباشد. آینده ختم کردگان کافدره ما، اختصاص ما در خواجگی آب تامین کنی و آب تازه کنی محل‌های اهالی‌نشین همچون متخصص، همچون کارگر فعالیت بردنشان ممکن. غیر از من گفتنی هستم که از اختصاص ما امکانیت‌های دوام دادن تحصیل در خارجه، من با فخر گفته میتونم که این اختصاص یگانه اختصاص میباشد که در خارجه رایگان خواندن را دوام دادن ممکن. و همچون متخصص، همچون استاد شمایان را من به انتخاب اختصاص ما که در مرکز در زیر رقم 104 به قید گرفته شده است تکلیف میکنم. در کافدره زیاده از 10 آزمایشگاه‌های معاصر از فن‌های تأمینات آب، آب اخراجی، سیستم گاز تأمین کنی، سیستم گرمی دهی، سیستم گرمی تأمین کنی، سیستم معتدل سازی هوا، سیستم ونتیلاسیا و سیستم‌های دیگر مهندسی بنا دارا بوده از تمام تجهیزات‌های معاصر حاضر زمان مجهز گردانیده شده‌اند. دانشجویان می‌توانند درس‌های آزمایشی عملی خود را در این آزمایشگاه‌ها گذرانیده ملکه و سویه دانش خود را بلند بردارند. داوطلبان عزیز، شما می‌توانید حجت‌های خود را
در مرکز ملی تستی به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان فاکولته ساختمان و معماری سپاریده برای پیشرفت ترقیات جمهوری تاجیکستان سهم بی‌نظیر خود را گذارید. همیشه درهای دانشگاه تکنیکی تاجیکستان برای شما داوطلبان عزیز گشاده است. مرحمت به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان. رمز دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان سیفالدین عاصمی 104 است. مرحمت به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان.